سلام دوستای نازنینم، به کانال ساردیبو نقاشی کودک خوش آمدید. لطفاً مداد و کاغذ همراهتون باشه. امروز میخوایم نقاشی شماره 16 تصویر چتر رو با هم بکشیم. پس شروع میکنیم. اولی خط صاف و یک نیم دایره میکشیم. وسط شکلمون یک خط صاف میکشیم و 2 خط منحنی هم سمت چپ و راستش میذاریم. میشه خطای چترمون. لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید، لایک کنید و برای دوستاتون به اشتراک ارسال کنید. متشکرم. حالا نیم دایره‌های کوچولو زیر این خطا وصل میکنیم، بعد دسته چترمون رو میکشیم. آفرین، به همین سادگی. مجدد نقاشی رو با هم دیگه تکرار میکنیم. یه خط صاف نیم دایره، توش 3 خط میکشیم و زیرش نیم دایره وصل میکنیم. دسته چترمون رو میکشیم و حالا چند تا قطره های بارون به نقاشیمون اضافه میکنیم. چند تا زیر این چتر میکشیم، چند تا زیر اون یکی چترمون قطره های بارون رو میکشیم. و حالا با رنگای خوشگل، رنگایی که دوست دارین، چترتون رو رنگ کنین. آفرین دوستای نازنینم. زرد، سبز، نارنجی، آبی، صورتی کمرنگ، آبی پررنگ، بنفش و قرمز. قطره های بارون هم دونه دونه رنگ آبی میکنیم. به تصویر خوب دقت کنیم. آفرین دوستای نازنینم، به همین قشنگی تونستیم با هم دیگه 2 چتر زیبا بکشیم. مثل همیشه یه قلب خوشگل برای بزرگترهای مهربونمون و یه قلب کوچولو برای شما کوچیکترهای نازنین. امیدوارم از نقاشی با من لذت برده باشید. لطفاً با نقاشی های بعدی با من همراه باشید. متشکرم.